دادگاه شهر کلاب با بررسی پرونده مرگ رزمکار تاجیک محمدعلی سعدالله‌اف آغاز کرده است. به اطلاع خبرگزاری آزیا پلاس، مرافعه اول 25 می برگزار شده است. در کرسی عیبداری 5 نفر نشستند. گمانبر اساسی سلیمان دادینف، ساکن 19 ساله شهر کلاب است که بر رساندن ضرر وزین به سلامتی که باعث هلاکت انسان می شود و اوباشی گمان زده است. در صورت اثبات شدن اتهامات، به دادینف از 12 تا 20 سال زندان تهدید می کند. زنازنه گروهی و کارتکشی که در آن رزمکار تاجیک محمدعلی سعدالله‌اف کشته و 2 کس دیگر زخمی شدند، شب 11 ینور در شهر کلاب رخ داد. شاهدان آن وقت به رادیو آزادی گفته بودند بحث از یک تلفن موبیلی سر شده است. محمدعلی سعدالله‌اف 18 سال داشت و ورزشکار نوع محاربه‌های آمیخته بود. او در 3 سال اخیر در چند مسابقه در داخل و خارج کشور جای اول را گرفته است. مناقشه نورسان در تاجیکستان حادثه نو نیست. سالهای گذشته نیز در این گونه اتفاقات چندین نفر کشته و زخمی شدند.